سلام خوش اومدین به چنل یوتیوب من. اولین ویدیوی من است و بریم که داشت. شاید براتون سوال باشه که من الان اینجا چیکار میکنم، برای چی اینجا؟ من اومدم که بیوگرافی از خودم بگم. خب بچه‌ها، من محمد هستم و میخوام چجوری تولید محتوا کنم و کارامو در ادامه بهتون میگم. خب بچه‌ها، من اومدم اینجا که مثلا براتون ولاگ بگیرم یا مثلا برم مثلا توی خونه پیدا کنم و در مورد قدیمیتش بهتون بگم، یا برم مثلا در مورد یه درخت توضیح بدم، در مورد همه چی توضیح میدم و در مورد همه چی تولید محتوا میکنم. من اینجوریم. شاید براتون سوال باشه که من اهل کجام؟ من اهل گیلان هستم. گیلان یه دونه شهری داره به نام رضوان شهر، من اونجا زندگی میکنم. شاید براتون سوال باشه که من علاقه‌ام چیه؟ من علاقه‌ام مثلا عاشق آهنگ گوش دادنم یا مثلا عاشق تولید محتوا کردنم. من همین علاقه‌های دیگه هم دارم، ولی این دوتا رو بیشتر از همه دوست دارم. شاید براتون سوال باشه که من دوست دارم همیشه کجا باشم؟ من همیشه دوست دارم در حال گردش باشم، فقط همین. شاید براتون سوال باشه که من چه غذایی دوست دارم. من غذاهایی من فست فودو بیشتر از همه دوست دارم. نمیگم غذاهای مثلا شهرمون دوست دارم، مثلا نمیدونم، میدونین باقلا خورش یا قرمه سبزی، اینجور چیزا رو هم دوست دارم. شاید براتون سوال باشه من الان کجام؟ من خونه مادر بزرگم. مثلا این رضوان شهری که ما زندگی میکنیم یه دونه محله هم داره. من الان اومدم اینجا براتون دارم ویدیو میگیرم. بخوام از علاقه های دیگم بهتون بگم، من عاشق قاب خریدنم، عاشق کفش خریدنم و به بازی ها خیلی علاقه دارم. و حدس بزنین بازی که بخوام دراش پلی بذارم، مثلا ویدیو بذارم ازش چیه؟ حد زدید؟ اشکال نداره دیگه، خودم میگم. من تنها بازی که بخوام بذارم فیر فایره. یعنی علاقه شدیدی به این بازی دارم و 2-3 سال 3 سال و نیمیه بازی میکنم و خیلی همین بازی رو دوستش دارم. شاید براتون سوال باشه که این درختی که من زیرش وایستادم درخت چیه؟ این درختی که من زیرش وایستادم درخت عنابه. حالا نمیدونم شمایی که مثلا در گیلان زندگی نمی‌کنین میدونین یا نه، ولی این درخت عنابه. خیلی میوه خوشمزه‌ای داره و در ادامه در مورد درخت‌های دیگه هم، مثلا ویدیوهای بعدی در مورد درخت‌های دیگه هم حتما براتون توضیح میدم. شاید براتون سوال باشه من چه باشگاهی میرم، یه ذره حدس بزنید. من باشگاه والیبال میرم و خیلی دوستش دارم و ورزش کردنم دوست دارم. کلا به دوچرخه هم خیلی علاقه دارم. مثلا به دوچرخه خیلی علاقه دارم. شاید فکر کنیم من مثلا با دوچرخه تا از شهر تا روستا اومدم. من خیلی دوست دارم بیام، ولی یه بار اومدم و تا لبه دریا رفتم. یه چیز دیگه ای که بخوام ازش تولید محتوا کنم چالش غذاییه. مثلا با دوستان، با فامیلامون احتمال چالش غذایی رفتن بالاه دیگه. یه چیز دیگه ای که بخوام دربارش بذارم ویدیوهای ترسناکه. حالا دیگه بهتون گفتم یا با دوستام یا با فامیلام. ویدیوی ترسناکم بینشون احتمال داره هر چند تا یه بار باشه. بچه‌ها و ببینین جای خوبی اینجا چیه. از خونه مادر بزرگی من تا دریا تهش به 10 دقیقه یه رو، یعنی میشه پیاده رفت. منم خیلی رفتم و منم عاشق دریام. خب دیگه من برم تا ویدیوهای بعدی. دوستتون دارم خیلی زیاد. لایکس، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم و هر سوالی که از من دارین این پایین بنویسین، قابل جوابتون رو میدم. خیلی دوستتون دارم. بای بای.